اگه تو هم دوست داری با درخواست دوستی دادن به کارکنان کال آف دیوتی موبایل صاحب سی پی کاملا رایگان بشی، پس تا آخر ویدیو همراه من باش. ویدیو رو عقب جلو نکن که میخوام یه ترفند عالی بهت بگم. لیتس گو. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من مستر کدم هستم. آقا امروز براتون یه ترفند مخفی آوردم که میتونید با درخواست دوستی دادن به کارکنان کال آف دیوتی موبایل سی پی رایگان به دست بیارین. آره بچه‌ها، این ترفندو خود کارکنان کال آف دیوتی موبایل لو داده که خودشون هم با همین روش سی پی رایگان دریافت میکردن. منم اینو از یکی از یوتیوبرهای خارجی دیدم، 1 ساعت پیش دیدم که داشت میگفت همین ترفند رو تازه لو داده. منم امروز میخوام این ترفند رو بهتون آموزش بدم. با این ترفند خفن بچه، این ترفند عالیه، میتونید از این استفاده کنید و خیلی ایزی و آسون از این سی پی رایگان لذت ببرید. من این ترفند بچه توی یکی از کانال یوتیوبرهای خارجی دیدم، گفتم سریع بیام ویدیوشو واسه شما رکورد کنم. شما هم حمایت کنید، لایک و سابسکرایب چنل رو بزن که میتونی از من خیلی حمایت کنی و به پیشرفت من کمک میکنه. بریم سراغ آموزش ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، ویدیو لایک نکنی من نمیرم و لایک و سابسکرایب رو زدی بریم. خب بچه‌ها، ما واسه این کارمون نیاز داریم که زبان بازیمونو به روسی تغییر بدیم. واسه چی به روسی تغییر بدیم؟ چون توی ویدیو یوتیوبر خارجی گفته بود این باگ فقط و فقط با زبان روسی کار میکنه. اگه زبان روسی رو نذارین و با زبان انگلیسی این باگ رو انجام بدین، اصلا این باگ براتون اجرا نمیشه و غیر قابل اجرا. گفتم دیگه این باگ فقط به زبان روسیه، به زبان روسی تغییرش بدین تا این باگ به راحتی براتون انجام بشه. خب بچه، بعد تو ادامه ویدیو ما باید چیکار کنیم؟ باید به 3 تا از کارکنان اکتیویژن یا همون کال آف دیوتی موبایل درخواست دوستی بدیم. تو این قسمت آخر که میتونید به رفیقاتون هم درخواست دوستی بدین، آیدیشون رو بنویسین، اسمشون رو بنویسین یا هر چی دیگه. ما توی این بخش باید فری سی پی، اولین کارکنش فری سی پی، بخشید این دوتا آر نوشتم، باید بنویسین فری سی پی که طرز درست تایپش همینه. باید به این کارکن اکتیویژن 3 بار درخواست بدین. تو این 3 بار هر 3 بارش هم باید ارور بده. ارور نده این باگ براتون انجام نمیشه. اگه ارور داد معنی این ارورش اینه که خیلی از بچه ها به این کارکن اکتیویژن سی پی فری سی پی درخواست دوستی دادن و سی پی هاشون رو دریافت کردن. حالا من اینو با شما آوردم که شما دریافت کنید سی پی رایگانشو. دومین نفری که قراره بهش درخواست دوستی بدیم، بذاری من درست تایپش کنم، کادم هست یا کادم، هر چی که شما بهش میگین. اینم که همین پروفایل کوسه یه دونه اومد فقط. به این اد فرندم سه به این کارکن اکتیویژن هم بخشید 3 بار اد فرند بدین تا این باگ به صورت عالی براتون اجرا بشه. تو این هر 3 باری که به این کارکن اکتیویژن شما درخواست دوستی میدین باید براتون ارور بده. حالا بچه‌ها، 3مین نفری که بهش اکتیویژن هست که این هم یکی از کارکنای اکتیویژن فیک زیاد داره بچه‌ها. تنها کسی که باید 5-6 تا فیک داره، 5 داره. تنها کسی که شما باید بهش درخواست دوستی بدین همین پروفایل کوسه هست که به اینم باید 3 بار اد فرند بدین. تو این 3 بار هم باید براتون ارور بنویسه. اگه ارور هم ننوشت که دیگه باگ انجام نمیشه. خب بچه، لایک ویدیو هم یادتون نره. بریم میخوام بهتون ادامهش رو هم بگم. خب بچه میریم توی پشتیبانی هرچی من براتون میگم و بچه برای اینکه راحت این بخش رو پیدا کنیم ما باید چطوری قسمت رو سریع پیدا کنیم. اینجا یه 6 و حالا اینجا نوشته سیزن 6 به روسی یه چیز دیگه به روسی یه چیز دیگه نوشته. این قسمت رو میایین پایین یه دکمه سبزه. اون دکمه سبز که بزنی این صفحه براتون باز میشه و موقعی که این صفحه براتون باز شد دکمه سومی رو میزنید که الان برای دکمهش براتون سبز شد. بچه روی اون میزنین که حالا از اول سومی میشه. میایین پایین و اینجا دیسلایک رو نشون دادین. اینجا گزینه اول رو بزنید که
که الان براتون گزینه که حالا من ثبت شد موقعی که اینو زدین یه صفحه دیگه براتون باز میشه. نتم ضعیفه اینجا دیسلایک میرین توی اولی یه همچین صفحه بازم براتون باز میشه. اینجا لایک میزنیم به جای دیسلایک. خب بعد بچه‌ها میایم پایین این سبز رنگ رو میزنید توی پشتیبانی چت جدید براتون باز میشه. خب اینجا این چیزا که من بهتون میگم خب کوچیک و بزرگ حروفای کوچیک بنویسین بزرگ بنویسین. ترتیب مهمه. به ترتیب نمیشه پس همین چیزا که من میگم و شما تایپ کنید بنویسین. پس اولین کلمه که شما باید بنویسین همش با حروف بزرگ باید بنویسین کارمنداشه که ما بهش درخواست دادیم اسلش هم بذاریم کادم با حروف بزرگ انگلیسی یه دارم اسلش می‌نویسین یه کادم می‌نویسین اینا همشون کارکنای بعد یه مساوی می‌نویسین جلوش یه گزینه جمع می‌زنین و بعد از اینکه هر چقدر سی پی می‌خواین می‌نویسین. بچه‌ها اینجا دقت کنین که اون سی پی که می‌خواین باید گزینه‌اش توی سی پی شاپ باشه. مثلا اگه شما 20 تا سی پی می‌خواین نمی‌تونین اینجا بنویسین که 20000 تا. چرا؟ چون بچه‌ها 20 انتخاب کنید و یا گزینه به نظر من توی سی پی شاپ وجود نداره و آخرش 10800 تاست. خب به خاطر همین شما 10800 تا رو بنویسین دیگه آخرش یه چیز دیگه براتون میاد و کلا شما از این پشتیبانی خارج میشین و هیچ کار دیگه نمی‌کنید. خدای شات و حال کردی به خاطر این شایک لایک کن سابسکرایب کن دمت. خب بچه‌ها بعد از این که از پشتیبانی بیرون اومدین حتما شما رو از بازی میندازه بیرون چون دیر کردین. بعد از اینکه شما رو انداخت بیرون برگشتین داخل میان تو قسمت استور و تو قسمت استور میان داخل قسمت سی پی شاپ. توی قسمت چت با کاربر کال آف دیوتی موبایل بچه هر چقدر سی پی که نوشته بودین مثلا 80 تا 428 تا 80 تا باگ خورد بخشید 880 یا هر چند تایی که نوشته بودین همونقدر اینجا بیاین بچه بخشید باگ خورد بعد بک بدم دوباره برم تو قسمت استور سی پی شاپ. من مثلا توی قسمت چت نوشته بودم 10800 تا. بعد از اینکه 10800 تا رو انتخاب کردم باید 3 بار برای من ارور بده چون اینجا نت هم ضعیفه به خاطر همین اینجوری میکنه. میدونم نت شما قویه شما گنگتون بالا شما سلطانید. بعد از اینکه این 3 بار بعد براتون ارور بده حالا ببینید این یک بار ارور میدونم اینجوری میشه. اگه اینجوری نشد واسه شما شاید نشه واسه من باگ خورده نمیدونم واسه یه چی. بریم واسه دومین بارم 10800 تامون رو انتخاب کنیم که این دومین ارورمونم انجام بشه. بچه یه خواهش که ازتون دارم من ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب چنلم بزنید که خیلی به من انرژی میده. ببینید اینم دومین ارورمونم که الان انجام میشه و دوباره صفحه سی پی شاپ واسه من محو میشه. اینا همش به خاطر همون باگ هایی که انجام دادیم کاربر اکتیویژن گیت شده و فکر میکنه ما هکریم. واسه شما اصلا هیچ اتفاقی نمیفته اکانتتون هم بند نمیشه خیالتون کاملا راحت باشه از این اتفاق که اصلا خلاصه هیچ اتفاق بر اکانتتون پیش نمیاد. اینم از سومین ارورمونم که برامون الان اکتیویژن میده بفرمایید. خب بچه بعد از اینکه همه این کار رو انجام دادن از قسمت استور میایین بیرون و میرین قسمت ستینگ بازیتون. توی قسمت ستینگ بازیتون میرین استریور مودتون رو روشن میکنید یا فعال میکنید میان بیرون. بعد از اینکه همه این کارهایی که من گفتم رو انجام دادین باید بعد 24 ساعت داخل بازی نیاین. یعنی الان که من ویدیو رو رکورد میکنم ساعت 9:50 شما همون ساعتی که این شب ترک کردین بازی رو همون موقع بیاین وارد بازی بشین بعد میبینید که سی پی تون واریز شده. خب بچه‌ها ستونای گنگ ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب چنلم بذارید که من پرقدرت میخوام ویدیو بیشتری براتون بذارم. فعلا